سلام، وقتت بخیر. سلام، وقت شما بخیر. چه دختری کنسله؟ دختری که چادریه. دختری که دوست پسری اجتماعی داشته باشه به اسم اجتماع، اما باش لاس بزن. چه دختری کنسله؟ هیچ دختری کنسل نی. هیچ دختری؟ کنسل همشون ما. درود به مرام، درود به عظمتت. دختری که مادیات خیلی براش مهم باشه کنسل. خب از نظرت یه دختری هم که دوست رفیق صمیمی پسر داشته باشه اونم کنسل. چه دختری کنسله؟ دختری که رژ لب بزنه کنسله. دیت اول مخصوصا قرمز و دیگه کلا دختری که خودشو بگیره و تو فاز چسناله باشه. دختر کلا کنسله باشه. دختری که قاعدتاً خیلی تیپ جلفی داشته باشه و با پسر لاس بزنه. غذا زیاد میخوره، مثلا پا به پام غذا بخوره یا جدی به نظرم دختری که همه چی دیده، همه کار کرده، به نظرم کنسله. چه دختری کنسله؟ ببین دختری که بخواد خودشو بگیره و اما اول کار بگه اصلا سکس نه دیگه کنسله برا من. اما روز باید پایه باشه. حقیقتا آدم درونگرایی ام. خب زیاد تو نمیدونم چیزی بگم، دنبال این که تو برم دنبال رابطه، دنبال دختر نیست. چه دختری کنسله؟ دختره یعنی که لش میپوشن و میگم نوکره تمام مخلصت همون اینا اصلا کنسله. خوشم نمیاد، تایپ من نیستن. چه دختری کنسله؟ همه دختره کنسل. جدی میفرمایی؟ دختری که قضیه به سر پا به پام غذا بخوره. نه بگم چی آخه، خیلی مثلا منی بعضی پسر هستن بعدشون میاد مثلا دختر خیلی باز و زیاد چیز نباشه، خوش اخلاقم باشه بهتره. کنسلشون هم که خوش اخلاق باشه خوبه، خیلی هم باز نباشه. والا دختر زیاد از حد خودشیفته، خیلی برام کنسل. دختری که لایف استایل ضعیف باشه دیگه، ورزش نکنه، به خودش نرسه، سر کار نره، این موارد مد نظر کنسله. دختری که درو باشه، یعنی تو رابطه بخواد درو باشه و با همه بخواد بپره، همچین دختری از نظر من کنسله. دختری که جردن فور و قرمز و با شلوار اسکینی میپوشه. دختری کنسله؟ دختری که رفیق پسر خیلی داشته باشه، فال خیلی داشته باشه. میدونی چی میگم؟ از نظر من کنسله. دختری که رو مود نباشه. از نظرت یه دختر خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ دختر خوب لاشی نباشه. همین. فقط لاشی نباشه؟ با این پسر با اون پسر نپره، وقتی داره فاب نزنه. دختر خوب دختریه که متعهد باشه، عاشق باشه. اصولا اونایی که عاشقن پا عشقشون میمونن، اونا خوبن. والا چطوری؟ آره من تا حالا پیدا نکردم که بدونم چه ویژگی داره، ولی نظرم چیز خاصی تو ذهنم نیست در موردش که بگم چه ویژگی داره، میگم چون تا حالا پیدا نکردم. ولی دختری که حد و مرز خودشو بدونه تو ارتباطاتش، حالا مثلا با آدمای دیگه، که اگه مثلا توی رابطه‌ای هست حد و مرزشو با آدمای دیگه بدونه. نظرت یه دختر خوب چه ویژگی‌هایی داره؟ حاکم سوالای راحتی نمیپرسی، ولی خب چه ویژگیایی؟ نه واقعا نمیدونم، ما مال چالش نیست. اخلاقش خوب باشه، بتونه اون شادی که میخوام انتقال بده و اینکه کلا این خودشو نگیره، مغرور نباشه. خب از نظرت یه دختر خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ یه دختر خوب باید حداقل حول نباشه، به پسر اطرافیانش زیاد اهمیت نده و اینا، رفیق پسر نداشته باشه اینا اوکی. رو سنگین باشه وقتی میاد بیرون
کسی چیزی ازش پرسید محلا سرش تو لاک خودش باشه بره. آجی باز نباشه. بعد نظرت چه دختری خوبه قابلیتش به مکانش داره، کجا باشه، تو بهش باشه که همه از دم قبولن. همه تو بهش قبولن. آره. لاغر باشه، قدش کوتاه‌تر باشه، سبزه، اخلاق خاکی باشه. دختر خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ اول نباشه. من کلا حالا کاری به دختر پسر ندارم. من آدم خاکی رو حال میکنم. دخترم مثلا گرمگیر باشه، صمیمی باشه، اینجوری دوست دارم. گفتم که سر کار بره، ورزش بکنه، به خودش برسه دیگه. این خیلی خوش تیپ باشه، خوش اندام باشه، درکش بالا باشه، شعورش بالا باشه. تو رابطه میره حداقل نمیدونم همه رو دو طرفه بدونه، مسئولیت گردن یه نفر نباشه. به نظرت یه دختر خوب چه ویژگی‌هایی داره؟ یه دختر خوب یه معیارایی داره برای انتخاب پارتنرش. میاد اون پارتنرش رو طبق معیارایی که داره و با اون شخصی که حالا راحت تره میاد انتخابش میکنه، با اون میره تو رابطه. دیگه دنبال این نیست که بخواد بره دنبال یکی دیگه یا خیانت بکنه. به نظرم انتخاب درست باشه دیگه همچین چیزایی هم پیش نمیاد. دختر خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ خانوم باشه. بیشتریاشو این ویژگی‌ها ندارن اگه بخوام بگم. ویژگی‌هایی که مثلا بیاد بیرون تاب بخوری، با کسی غیر از خودت تاب نخوره. منظورت حول نباشه. آره دیگه.